پیامبر علیه السلام چیز زیبا میفرماید، میگه بهترین خانه هست که در اون یتیم است. یک یتیم هست، او را چیکار میکنن؟ احترام میکنن. پیامبر میگه بهترین خانه همون خانه هست که در او یتیم است و او را احترام میکنن. پیامبر میگه و بدترین خانه همون خانه هست که در اون یتیم است و او را احترام و عزت نمیکنن. به همین خاطر چه خوب میشه که هر برادرانی که در خانه شون یتیم دارن، چه از اکا و دادر، چه از خواهر اپا، هر وقتایی که با فرزند خودت هر لباس را میخری، چه خوب میشه که در این لحظه های اجابت دعا، در این وقتایی که چند روز نمونده است بر عید فطر، چگونه که لباس زیبا با فرزند خودت میخری، با او یتیم هم بخری تا اینکه دعاش به دست بیاری. اون حدیث در صحبت های پیشین گفته بودیم که پیامبر گفت آیا میخوای دلت شما ملایم شوه و حاجت های شما برآورده شوه؟ اصحاب در جواب گفتن بله یا رسول الله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت رحم کنه بر یتیم ها، با هر یتیمی که در هر جا هست رحم کنه، از اون طعام خودت استعمال میکنه با اونها هم چکو کنه، عطا کنه، بته با اونها را. یلین قلبک و تدرک حاجتک. پیامبر گفت دل شما ملایم میشه و کار شما برآورده میشه. به همین خاطر هر در کوچه که میبروی هر یک یتیمی را میبینی، در پیش او فرزند خطا بوسه نکه، در پیش او فرزند تا تبریک میکنی و لباسی نو میتی و هر چیزی نوش میتی و بیچاره اشکش جاری میشه. شمس تبریزی هم خدا رحمت کنه همین را میگه چوبین یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش، الا تا نگیرید عرش عظیم، همه چون بگیرید یتیم. وقتی یتیم آب دیده میکنه عرش پروردگار در لرزه میداره. به همین خاطر برادران چی خوب میشه که هر لباسی را که با فرزند خودت میخره با اون یتیم ها عطا کنه تا اینکه الله خانه شما را بهترین خانه بگردونه. پروردگار مهربان همه ما شما را در این دهه آخری رمضان که با قربی عید فطر خداوند موفق